فدراسیای روسیه احتمال برقرار شدن تمام پروازها را از 11 اوگوست بررسی دارد. روسیه نقشه دارد که انتقال مسافران را به سمت بیرون از کشور پورا برقرار کند. مقامات کشور احتمال برقرار شدن تمام پروازها را از 11 اوگوست بررسی دارد. طور رسانه‌های کشور گزارش می‌دهند احتمال برقرار شدن پروازها در سطح عالی بررسی می‌گردد. طور یک منبع به آژانس تاس خبر داده است احتمال دارد راه‌های هوایی از 11 اوگوست پورا باز شوند. در همین حال امکانیت برقرار شوی پروازها با تمام کشورها در نظر داشته شده اند. و گفته یک منبع دیگر این مسئله در اجلاسیه اخیر شتاب فوری کرونا ویروس روسیه برداشته شده بود. جایز به تاکید است که در چند اظهارات اخیر وقت روسیه و شتاب فوری درباره بررسی برقرار شوی پروازها معلومات داده شده بود. فعلا روسیه رسما پروازها را با بریتانیای کبیر، ترکیه و تانزانیا برقرار کرده است. مابین‌های ماه ایول مقامات تاجیکستان نیز خبر داده بودند که پروازها را به امارات متحده عرب برقرار می‌کنند. یادآور می‌شویم که از 20 مارس تمام پروازهای مقرره بین المللی به تاجیکستان و از اینجا به خارج با مقصد پیشگیری پنهانشوی کرونا ویروس موقتاً قطع کرده شده بود. این بود خبر